سه راه پولدار شدن که هیچ کس به شما نمیگوید. تصور کن دو نفر همزمان زندگیشان را شروع می کنند. هر دو 24 ساعت در شبانه روز دارند. هر دو رویاهای بزرگی دارند. اما بعد از چند سال یکی ثروتمند می شود و دیگری هنوز در همان نقطه باقی می ماند. سوال این است چرا؟ حقیقت این است که پولدار شدن فقط به شانس بستگی ندارد. بیشتر اوقات نتیجه چند تصمیم درست است. راه اول یاد گرفتن مهارت. ثروتمندترین افراد دنیا قبل از پول مهارت داشتند. برنامه‌نویسی، طراحی، فروش، بازاریابی، تولید محتوا یا هر مهارتی که مردم حاضر باشند برای آن پول پرداخت کنند. اگر امروز یک مهارت ارزشمند یاد بگیری، فردا می توانی از آن درآمد داشته باشی. پول به دنبال ارزش حرکت می کند. راه دوم، درآمدت را خرج نکن، سرمایه گذاری کن. بسیاری از مردم وقتی که پول به دست می آورند سر آن را خرج می کنند. اما افراد موفق بخشی از درآمدشان را کنار می گذارند و روی آینده سرمایه گذاری می کنند. فرق نمی کند مبلغ کم باشد یا زیاد. مهم عادت سرمایه گذاری است. ثروت یک شبه ساخته نمی شود، بلکه آرام آرام رشد می کند. راه سوم، از وقتت محافظت کن. بزرگترین سرمایه تو پول نیست، زمان است. ساعتها وقت گذاشتن روی کارهای بیفایده تو را از هدفت دور می کند. هر روز از خودت بپرس کاری که الان انجام می دهم مرا به آینده بهتر نزدیک می کند یا خیر؟ اگر جواب منفی است، وقت آن رسیده که تغییر کنی. نتیجه، پولدار شدن یک راز پیچیده نیست. 3 چیز را به خاطر بسپار. مهارت یاد بگیر، سرمایه گذاری کن، زمانت را هدر نده. به یادت باشه ثروت قبل از اینی که در حساب بانکی ساخته شود، در ذهن ساخته می شود.